بابا سوال داشته باشم بود بگذار تمام کنم. من معذرت میخوام که وقت شما را گرفتم. جزاک الله خیرا. حق داره در بالای ما. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از جمله ما نیست کسی که بزرگسالهای ما را احترام نکرده است. در دیگر حدیث گفتند که از بزرگداشت الله تعالی هست بزرگداشت موی سفید مسلمان. شما که 70 درآمدید، البته اگر همینجا نوبت میشد یعنی بغیر نوبت هم باید شما قبول میکردیم همچون احترام سن و سالتان. جزاک الله خیرا کسیم استاد. در حق من و در حق تمام مریضا یک دعای کوتاه میکردید که بسیار آدما مثلا طلبی چی دارن، شفا دارن. با همین جزاک الله خیرا کسیم. معذرت میخوام وقت شما را بسیار گرفتم. سلامت باشید. الله تعالی الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله. برای شما و برای جمله بیماران مسلمان ها شفای کامل و عاجل نصیب روزی گرداند و الله تعالی مسلمان ها را برای راست هدایت کند و برای نیکو عبادت کردن الله تعالی خود توفیق و نصرت و یاری دهد و دشمنان اسلام و مسلمان ها را الله عز و جل خوار و ذلیل گرداند. برای هر یکی ما شما علم نافع و عمل صالح نصیب روزی گرداند. والله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.